امروز داستان پر رمز و رازی را برای شما تعریف می کنم که شما را شوکه خواهد کرد. این داستان در مورد زنی است که برای بچه دار شدن به نزد دعانویس رفت تا برای او دعایی بنویسد تا بچه دار شود. اما چه اتفاقی در پشت پرده های آن خانه برای آن زن افتاد؟ شیخ چه کاره بود و چه رازی را در خانه خیش مخفی کرده بود؟ آیا او حقیقتاً فردی فریبکار بود یا فردی صالح که حرفهای زیادی پشت سرش بود؟ زنان زیادی سراسیم شبها از خانه شیخ فرار می کردند. آیا واقعاً اتفاقی برای آنها رخ می داد یا خیر؟ پس تا پایان این داستان پر رمز و راز با من همراه باشید. در دل کوه‌ها روستایی کوچک و دورافتاده به نام در ماه قرار داشت. روستایی که آسمانش همیشه پر ستاره بود و دلهای مردمش پر از ایمان، خرافه و امید به معجزه. در این روستا پیرمردی زندگی می‌کرد به نام شیخ کاظم. مردی با عبایی سفید، ریشی بلند، صدایی آرام و نگاهی که انگار از اسرار جهان خبر داشت. مردم به شیخ کاظم ایمان داشتند. می‌گفتند دعای او گره از کارها باز می‌کند. برای هر درد و مشکلی از بیماری گرفته تا عشق‌های شکست خورده به سراغش می‌رفتند. خانه‌اش مثل یک زیارتگاه بود. داخل آن اتاقی تنگ و تاریک پر از بطری‌های کوچک، کتاب‌های کهنه و بوی دود و اسفند بود. اما همه چیز آنقدر که به نظر می‌رسید مقدس نبود. راضیه، زنی 32 ساله با نگاهی خاموش و دلی شکسته، سالها در آرزوی مادر شدن سوخته بود. 9 سال از ازدواجش با کریم می‌گذشت، اما هنوز کودکی در آغوش نگرفته بود. مادر شوهرش، زنی تلخ زبان به نام مهین، بارها با طعنه به او گفته بود زن بی فرزند مثل درخت بی سایه است. راضیه هر دری را زده بود، از دکترهای شهر تا دعانویسان اطراف، اما هیچ کدام نتیجه‌ای نداشت. تا اینکه یک روز همسایه‌اش کلثوم آهسته به او گفت شیخ کاظم دعایی داره که رحم خشک را هم زنده می‌کنه. دختر خاله من بعد از 11 سال بچه دار شد. راضیه ابتدا مردد بود، اما هنگام شب در تنهایی و ناامیدی به خانه شیخ رفت. در را خود شیخ باز کرد. با لبخندی مهربان و نگاهی نافذ گفت خوش آمدی دخترم، مشکلت رو میدونم. او با آرامش گفت رحم تو بسته نشده، فقط کلیدش باید به وقتش چرخونده بشه. اما این دعا راز داره. باید شب بیای زیر نور ستاره و دعا در سکوت شب اثر میکنه، نه در هیاهوی روز. راضیه از آن شب مهمان شبانه خانه شیخ شد. شیشه هایی با مایع تلخ، کاغذهایی با نوشته هایی نامفهوم و توصیه هایی که همیشه با یک جمله ختم میشد: به هیچ کس نگو، راز دعا اگر فاش بشه بی اثر میشه. همزمان جلال، معلم جوان روستا که از شهر بازگشته بود، متوجه تغییر رفتار چند زن روستا شد، از جمله فاطمه، صفیه و نسرین که همگی ساکت‌تر، دورافتاده‌تر و گاه غمگین‌تر شده بودند. جلال با خواهر باهوشش مهتاب صحبت کرد و گفت این شیخ زیادی مقدسه، یه چیزی درست نیست. مهتاب پذیرفت که با نقشه‌ای حساب شده به عنوان زن درمانده‌ای که شوهرشون رو ترک کرده نزد شیخ بره. شیخ هم همان نسخه را به او داد: شیشه‌ای تلخ، دعایی سری و وعده دیداری شبانه. در یکی از شب‌های مه‌آلود، زمانی که مهتاب به خانه شیخ رفته بود و جلال به همراه کدخدا و 2 مرد دیگر بیرون کمین کرده بودند، ماجرا بالا گرفت. زمانی که شیخ دستش را به سمت مهتاب دراز کرد و گفت باید تطهیر بشی، مهتاب فریاد زد تو فریبکاری. مردها وارد اتاق شدند و آنچه دیدند همه را شوکه کرد. در اتاق قفسه هایی پر از شیشه های عجیب، جواهراتی که زنان روستا اهدا کرده بودند و دفترچه‌ای پر از نام زنانی که به او مراجعه کرده بودند بود. اسرار سالها فریبکاری برملا شد. اما ماجرا به اینجا ختم نشد. چند هفته بعد راضیه، همان زن ساده دل و عاشق مادر شدن، متوجه شد که باردار است. اما شوهرش کریم ماه‌ها بود که در بندر کار می‌کرد و اصلاً در روستا نبود.
راضیه گیج، ترسیده و وحشت زده به خانه شیخ بازگشت و گفت: چه کردی با من؟ شیخ با آرامش پاسخ داد: این معجزه دعاست دخترم، خاموشش نکن. اما راضیه دیگر به آن چشم‌های به ظاهر مهربان اعتمادی نداشت. با مدارک و شواهدی که جلال و بزرگان روستا جمع کرده بودند، شیخ کاظم به قانون سپرده شد. در میدان روستا با شهادت زنان قربانی حقیقتی تلخ فاش شد. شیخ سالها از ایمان و درد زنان روستا سوء استفاده کرده بود. در میان جمع راضیه با چشمانی اشکبار گفت: من فقط مادری می‌خواستم، نه این ننگ را. داستان ما فراتر از روایت یک فریبکار است. این داستان تلنگری است برای ما، برای تمام آن لحظه هایی که به جای آگاهی به خرافه پناه میبریم، برای آن جاهایی که درد ما ابزار سودجویی دیگران می شود. نظر شما چیست؟ آیا راضیه مقصر بود یا شیخ؟ و اگر جای او بودید چه می کردید؟ ممنون که تا پایان همراه ما بودید. تا داستان بعد، خدا نگهدار.